در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا صدها اعتراضگر در کنار قرارگاه حکومت این کشور خیمه زده طلب دارند که سروزیر نیکولا گرویفسکی و وزیران حکومتش به استعفا روند. آنها میگویند تا استعفای گرویفسکی میدان را ترک نخواهند کرد. روز یکشنبه بعد نشر نوار درباره آنکه وزیران طرح تقلب در انتخابات را بحث نموده تصمیم دارند کشتار یک نفر را روی پوش کنند، تقریباً 40,000 نفر به گردهمایی اعتراضی جمع شدند. در ولایت انبار عراق با نزدیکشوی سلاح به دستان گروه دولت اسلامی مردم زیاد مکان دائمی زیست خود را ترک نموده در یک آسایشگاه پناه یافتند. این آسایشگاه در کنار کوه حبانیه کم جنوبتر از شهر رمادی جایگیر است. رمادی را 17 می جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال نمودند. وضعیت در این گوشه عراق ناگوار شده است زیرا گروه‌های نیمه نظامی شیعه برای پشتیبانی از نیروهای دولتی به این ولایت اکثرا سنی‌ها وارد شدند. در شهر شمال غربی پیشور پاکستان معرکه ترغیبات برای اولین انتخابات محلی ولایت خیبر پختونخوا در 10 سال گذشته جریان دارد. حکومت پیشتر این ولایت با اشاره به نگرانی‌های امنیتی انتخابات محلی را لغو کرده بود. خیبر پختونخوا مرکز مقاومت نیروهای حکومت و طالبانی آشوبگر است. انتخابات محلی این استان باید 30 می دایر شود. در شهر سرایو پایتخت بوسنیا 50 کارگر یک کارخانه نساجی از حکومت طلب کردند که در بازنمودن صورت حساب‌های بانکی کارخانه‌شان کمک رساند. آنها می‌خواهند به این واسطه معاش‌هایی را که 2 سال نگرفته اند دسترس کنند. کارگران اعتراضگر می‌افزایند تا زمانی که مشکل بیمه اجتماعی و بهداشتی 180 کارگری بار از تراونیک حل خود را نیابد، آنها نمی‌توانند به نفقه برآیند.